در دل تاریخ داستانی نهفته است که عشق را به شکلی خالص و بی‌پایان روایت می‌کند. عشقی که نه زمان را می‌شناخت و نه مکان را. این داستان قصه لیلا و مجنون است. دو عاشقی که زندگی و هستی خود را در راه عشق فدا کردند. از نخستین دیدارهای کودکانه تا جدایی‌های جانسوز و فداکاری‌های بی‌پایان، هر لحظه از زندگی آنها نمایانگر عمق و خلوص عشق است. امروز ما سفری خواهیم داشت به دنیای این دو عاشق افسانه‌ای، جایی که احساسات انسانی، فداکاری و شور عشق به بالاترین حد خود میرسد. لیلا و مجنون یکی از مشهورترین و پرمعناترین داستان‌های عاشقانه در ادبیات کلاسیک فارسی و عربی است که الهام بخش بسیاری از شاعران بزرگ مانند نظامی گنجوی، جلال الدین بلخی، سعدی و دیگر بزرگان ادب فارسی بوده است. این داستان نه تنها به عنوان یک روایت عاشقانه، بلکه به عنوان نمادی از عشق حقیقی، وفاداری، فداکاری و جدایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. داستان لیلا و مجنون در اصل یک روایت عربی است که بعدها توسط شاعران فارسی زبان به شکل ادبی غنی و شاعرانه درآمد و با تزئینات ادبی، تفکرات عرفانی و مفاهیم عاشقانه آمیخته شد، به گونه‌ای که تبدیل به یکی از برجسته‌ترین آثار ادبی جهان گردید. مضمون داستان ساده و در عین حال عمیق است. لیلا و مجنون از دوران کودکی با یکدیگر آشنا می‌شوند و علاقه‌ای بی‌پایان میانشان شکل می‌گیرد. اما خانواده‌هایشان با ازدواج آنها مخالفت می‌کنند و موانع اجتماعی و خانوادگی عشقشان را در مسیر دشواری قرار می‌دهد. مجنون که نام اصلی او قیس است، پس از محروم شدن از دیدار معشوقش به شدت دچار اندوه و عشق بی‌پایان می‌شود و در نهایت به بیابان‌ها پناه می‌برد و به مجنون بودن مشهور می‌شود. یعنی کسی که عقل و زندگی خود را در راه عشق فدا کرده است و تمام هستیش تحت تأثیر عشق قرار می‌گیرد. نسخه‌های مختلف داستان، روایات و جزئیات متفاوتی ارائه کردند، اما اصول اصلی تقریباً یکسان باقی مانده است. قیس و لیلا از دوران کودکی با یکدیگر رشد می‌کنند و عشق آنها ابتدا به صورت بازی‌های کودکانه و علاقه‌های دلسوزانه ظهور می‌کند، اما رفته رفته به عشقی عمیق و غیرقابل کنترل تبدیل می‌شود. زمانی که خانواده‌ها متوجه علاقه شدید آنها می‌شوند، ازدواجشان را منع می‌کنند. زیرا در آن زمان ازدواج‌های خانوادگی و اجتماعی معیارهای خاصی داشت و عشق شخصی معمولاً تحت فشار خانواده‌ها قرار می‌گرفت. قیس که بعدها به مجنون مشهور می‌شود، در مواجهه با ممانعت خانواده‌ها از جامعه کناره می‌گیرد و به تنهایی و خلوت روی می‌آورد. او در صحراها و بیابانها زندگی می‌کند، با حیوانات و طبیعت همزیستی می‌یابد و اشعار عاشقانه و غزلیات دلانگیز در وصف لیلا می‌سراید. اشعار مجنون در این دوران نمادی از شور و عشق مطلق است که نه تنها محدود به عشق زمینی، بلکه به نوعی عشق عرفانی و معنوی نیز اشاره دارد. عشق او حضوری روحانی پیدا می کند و همه هستی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. لیلا نیز با وجود فشارهای اجتماعی و خانوادگی دل خود را به عشق واقعی بسته است. او در برابر عشق مجنون مقاومت کوتاه مدتی نشان می دهد، زیرا خانواده‌اش او را مجبور به ازدواج با مردی دیگر می کنند. اما عشقش به مجنون هیچگاه کم نمی شود. این جدایی و دوری طولانی عنصر اصلی تراژدی داستان را تشکیل می دهد و بر عمق عشق آنها می افزاید.
در برخی روایت‌ها لیلا به دلیل اندوه و درد شدید دچار بیماری می شود که نهایتاً منجر به مرگ او می گردد. داستان لیلا و مجنون صرفاً یک روایت عاشقانه ساده نیست، بلکه نمادی از عشق ناب و خالص است که در آن عاشق حاضر است تمام هستی، آسایش و حتی زندگی خود را فدای معشوق کند. عشق مجنون به گونه‌ای است که فراتر از عشق زمینی است و او حاضر است از تمام دنیا و تعلقات آن دست بکشد تا یاد معشوق زنده بماند. این حالت عاشقانه شباهت زیادی به مفاهیم عرفانی دارد که در ادبیات صوفیانه نیز مورد توجه بوده است، جایی که عشق به معشوق زمینی نمادی از عشق به حق و معنویت است. نظامی گنجوی در قرن ششم هجری قمری مشهورترین نسخه داستان را در قالب مثنوی سرود و با تفصیل بسیار عشق لیلا و مجنون را روایت کرد. نسخه نظامی گنجوی برخلاف برخی روایت‌های ساده عربی حاوی تحلیل‌های عمیق روانشناسانه و عرفانی است و رابطه عاشق و معشوق را نه تنها در قالب احساسات انسانی بلکه در قالب فلسفه، اخلاق و طبیعت نیز بررسی می‌کند. او شخصیت مجنون را به گونه‌ای تصویر می‌کند که حتی طبیعت نیز تحت تأثیر عشق او قرار می‌گیرد. حیوانات و گیاهان با احساسات او همزاد می‌شوند که نشان دهنده قدرت عشق واقعی و تأثیر آن بر جهان پیرامون است. در این داستان عشق مجنون محدود به دیدار جسمانی با لیلا نیست، بلکه عشق او حالت وجودی پیدا می‌کند و تمام جهان پیرامون تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. حتی در تنهایی و خلوت خود نیز به لیلا فکر می‌کند و غزلیات او هرچند شخصی و عاشقانه حامل درک عرفانی از هستی و کائنات هستند. این ویژگی باعث می شود داستان از یک روایت عاشقانه ساده فراتر رود و به اثری فلسفی و عرفانی تبدیل شود. یکی دیگه از نکات مهم داستان تأکید بر وفاداری و پایداری عشق است. مجنون هرگز عشق خود به لیلا را فراموش نمی کند. حتی زمانی که شرایط اجتماعی و خانوادگی امکان وصال را نمی دهند. این وفاداری باعث شده است داستان نه تنها در ادبیات فارسی، بلکه در ادبیات عربی و حتی فرهنگ‌های مختلف جهان به عنوان نمونه‌ای از عشق حقیقی شناخته شود. نسخه‌های بعدی داستان مانند روایت‌های سعدی و حافظ نیز با تغییرات و تزیینات خاص خود عشق لیلا و مجنون را بازگو می‌کنند. هر شاعر با نگاه ویژه خود به جنبه‌های مختلف عشق و فداکاری پرداخته است. در برخی نسخه‌ها مجنون به دلیل شدت عشق خود دچار جنون واقعی می‌شود و دیگر نمی‌تواند با جامعه و افراد عادی تعامل داشته باشد. این حالت که به مجنون بودن او مشهور است، نمادی از جدایی کامل از دنیا و تعلقات دنیوی است. داستان لیلا و مجنون علاوه بر بعد عاشقانه، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی نیز داشته است. این داستان در طول قرون موضوع نمایشنامه‌ها، داستان‌های کوتاه، شعرهای منظوم و حتی آثار تصویری و موسیقیایی قرار گرفته و همواره مورد توجه هنرمندان و ادیبان بوده است. در ادبیات فارسی این داستان به ویژه در قالب مثنوی، غزل و قصیده بازگو شده است و شاعران با استفاده از هنر و زبان خود عمق احساسات و شور عاشقانه را به تصویر کشیدند. از دیگر ویژگی‌های برجسته داستان تضاد میان عشق حقیقی و محدودیت‌های اجتماعی است. خانواده‌ها، عرف و سنت‌ها مانع رسیدن عاشق و معشوق به یکدیگر می‌شوند. اما عشق واقعی نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه قدرت آن بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.
این تضاد باعث شده است داستان از سطح یک روایت عاشقانه ساده فراتر رود و به نقدی اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شود. نمادگرایی در داستان اهمیت ویژه‌ای دارد. بیابان، وحشت، تنهایی و سکوت محیط همه نمادهای عشق مطلق و جدایی هستند. مجنون که در بیابانها زندگی می‌کند، با دوری از جامعه و دسترسی نداشتن به معشوق، به تجسم کامل عشق واقعی تبدیل می‌شود. در این حالت، عشق نه تنها محدود به رابطه شخصی، بلکه به نوعی تجربه وجودی و معنوی تبدیل می‌شود. تأثیر داستان در شعر صوفیانه و عرفانی نیز قابل توجه است. عشق مجنون به لیلا به عنوان نمادی از عشق الهی و عرفانی تعبیر می‌شود. عاشق در این نگاه از تعلقات دنیوی دست می‌کشد و تنها به معشوق می‌اندیشد. چیزی که در فلسفه عرفانی و صوفیانه رسیدن به مقام قرب الهی نامیده می‌شود. در واقع داستان لیلا و مجنون پلی میان عشق زمینی و عشق الهی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد عشق واقعی فراتر از زندگی عادی و محدودیت‌های اجتماعی است. روایت داستان به گونه‌ای است که مجنون در جوانی و اوج عشق خود به بیابان می‌رود و در میان طبیعت و حیوانات زندگی می‌کند. او با صحرا و حیوانات همزاد می‌شود و اشعارش منعکس کننده احساسات اوست. در این حالت، عشق نه تنها به لیلا، بلکه به کل جهان به هستی گسترش می‌یابد و نوعی وحدت وجودی ایجاد می‌کند. از دیدگاه روانشناسانه، داستان لیلا و مجنون نمونه‌ای از عشق ایدئال و افراطی است که می‌تواند انسان را به حالات مختلف روانی، از شیدایی و شور تا افسردگی و جدایی سوق دهد. این عشق برخلاف عشق‌های معمولی محدود به روابط اجتماعی و جنسی نیست، بلکه عمیق‌ترین احساسات انسانی را در بر می‌گیرد و فرد را به تعالی شخصیتی و روحانی هدایت می‌کند. داستان همچنین الهام بخش هنرهای تصویری، نقاشی و موسیقی نیز بوده است. نقاشان ایرانی و عربی با استفاده از تم‌های داستان، صحنه‌های عاشقانه و روحانی را به تصویر کشیده‌اند. موسیقیدانان نیز با استفاده از شعرها و اشعار مجنون، قطعات عاشقانه و معنوی ساخته‌اند که همچنان در میان علاقمندان به هنر و ادب محبوب است. در نهایت، داستان لیلا و مجنون نمایانگر مفهوم عشق حقیقی، فداکاری، وفاداری و قدرت احساسات انسانی است.